من اپا دارم و آن را میگویم نماز خوان. چند بار گفتمش لیکن اون نماز نخوان، اگر نخواند من هم گناهگار هستم یا نه؟ البته که گناهگار در اینجا هم پدرت هست، هم مادرت، هم خودت، در صورتی که اون نماز خوان نشید. او را از خردش باید تعلیمش میدادین، خدا پرستش میکردین. امروزه کسیته ها هست، دیسک ها هست. همون دختری که در دولت عمان، سلطنت عمان خداوند مسخش کرده، شکلش به مثل شکل میمون شده است، نعوذ بالله، همون صورت میبینی جگرات پاره میشه، میترسی از غضب خدا. که در دولت سلطنت عمان یک دختری بود، البته که دولت مسلمانی هست، موسیقی گوش میکرد، موسیقی غربی گوش میکرد. در روز پنجشنبه بیگاه جمعه مادرش او را منع کرد، تلاوت قرآن میکرد. مادری خوبی مسلمانش او را گوش نکرد، موسیقی را بلند کرد. باز مادرش تلاوت قرآن را بلند کرد، او هم بلندش کرد. آمده دفعه دیگر به خانه داخل شد، تو به من خلل میرسانی گفته قرآن از نزد مادرش گرفت، دراند به زمین شپید. کتاب مقدس سخن خدا را. وقتی که با اتاق خودش در آمد، موسیقی بلند بود. مادرش در یک صدای بدی دلخراشه برآمد. مادرش در آمد دید صورتش، نعوذ بالله، اون صورت همتون دسترس کنید تماشا کنید. یک صورتی هست که نه میمون او خیل است، نه یک خوک، نه یگان جاندار او خیل نیست. نعوذ بالله، همون صورت مسخش خداوند همون شکلش هم خیل تغییر داد که مس در امت پیشینه بود. همون را ببینین، آگاه باشین که خداوند هم تا قدرت داره که میگیره سنگ خوک سگ خرد میگردونه از دست ما و شما چیزی نمیآید. اون از حد اندازه خودش گذران و زنی بدبخت. هم گوش کرد گناه گرفت، هم قرآن کتاب مقدس آیا با قرآن شوخی است، درانده به زیر پا انداختش. شکل همون را امروز صورتاش هم برآوردگی هستند تا که مسلمان ها آگاه باشند که خدا مسخشان نگرداند. از این رو اون مثلا خواهر یا اپت باشه پند نصیحتش بکن، تا زمانی که هستی او را بگو بفهمانش تا که نماز خوان شود. در اخیر در حق من و در حق مادرم دعا کنید که از دنیا گذر خداوند برادر عمری درازی با برکات عطا بکنه، مادرش رحمت مغفرت بکنه و قبرش پر نور بگردونه یا ارحم الراحمین. دیگر گفته است السلام علیکم داملای شیرینسخان، اما که من زیناکار است و زینا میکند، آیا زنش را از سر نو نکاح کند یا نه؟ خب زیناکار باشه بیچاره، خدا توفیقش عطا کنه، اما که شما را مسلمانش کنه. اما با زنا کردن قطعی زنی و طلاق نمی شود، اگر به شرطی که نعوذ بالله زنا را حلال بگه که هیچ گپ نداره حلاله، در این صورت کافر میشه، زنش طلاق میشه. در این صورت نکاح زنی را ایستر کنید. دیگر السلام علیکم محترم استاد، اگر آدمی بی نماز آب طهارت آرد، ما از همان آب گیریم طهارت کنیم نماز خونیم، نمازمان قبول می شود یا نه؟ البته می شود. او تا بی نمازی که آب طهارت بتا آب طهارت بگیر، قبولش که دعا که در حقش. یک عمل نیک داره او را بود، برای چی آبی درست نمیشه؟ بی نماز خواه صدقه میکنه، خواه هر عمل نیکی که میکند، خداوند توفیقش بده، آهسته آهسته در راه میدروید. آبی او را نگیری که نماز قبول نمیشه، گفته این یگان خوبیه نمیاره، البته که درست میشود. آب طهارت بگیر، در حقش دعای خیر بکن، 5 وقته نماز در حقش دعا بکن که خدای توفیقش بده، خواه زنت باشه خواه مثلا کسی دیگر. دیگر گفته است که خب من در کسیته ها شنیدگی هستم وقتی که باول کرده در لباس ها اگر که بچکد عذاب قبر می شود. من شبها خواب میکنم، از جوگه میخیزم میبینم که در لباسم باول هست، مرا قبر میجو قد یا نه؟ در آخر در حق من دعا کنید. خب انا اون تریه که از وجود شما هست برادر، این در حق آدم جوان کدامی هسته، اون باول نیست، باول خیلی خارج نمیشه، اون مزی هست. این از جهت کسل است، کسل پرستاتی داریم، برای تبابت کنین ختونه. خب آب خطی وقتی که مستحب کردی استنجا کردی، حتما او را قاق بکن، عضوها را حتما قاقش بکن، به آب گرم طهارت بکن. و اینه که مثلا که خارج می شود، این از حساب کسل خنکی زدگی است. تبابت کنین انشاءالله خوب میشین. خداوند این برادر از این کسلی نجات بده و شفای کامل عاجلش عطا کنه. دیگر گفته است السلام علیکم داملای شیرینسخان، اولا خداوند شما را نگه دارد به این سخنهای حق که شما میگویید
اگر پدر گوید به پسرش رو به مرا عرق بخر، اگر من خرم گپ پدرم در زمین نمانم روم عرق، خواب خرم گناه میگیرم یا نه؟ البته گناه میگیرین. جوابی سوالم برآمدگی بود که لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، اطاعتش نکن، وقتی که اطاعتش که کردی تام در گناهی شریک میشه. او را نصیحتش بکن، نصیحت نگرفت دشنام و حقارتت کرد، در 5 وقته نماز پنهانی در حقش دعا بکی که خدایا همین پدری بی توفیقی مرا توفیق عطا بکن، در راه راست هدایتش بکن، در حقش دعا بکن، شاید که پروردگار دعای شما را قبول کند از این فعل بد بمانه. اما عرق بخر بگه یا پپروس بخر یا نوس بخر، در این صورت ها اطاعتش نکن، اینا همش حرام هستند. دیگر استاد سلام علیکم داملای شریزخان، اولا خداوند شما را نگه دارد. من طالب علم هستم، از 4 کتاب درس میگیرم. وقتی که درس را گرفتم در خانه با 4 کتاب کریلیکی تیار میکنم. خب با 4 کتاب کریلیکی تیار نکن. دیگر کدام طالب علم هستی؟ نخوان کریلیکی را. کریلیکی را که خواندی تنبل میشه، دیگه خط زور زدن یاد گرفتنش برای شما مشکل میشود. او کریلیکی را یک تای میخونه همه موندگی دیگر، حرف قرآن در ذهن او جو نمیگیره. دیگر جوان ها حرکت کنین، قرآن خواه میشین، قرآن اصلی را بخونین، به خط عربی بخونین. به خط کریلیکی خط خوندن خط قرائت درست نمیشود. در خط عربی در کریلیکی یک ز است، حرف ز، اما در الفبای عربی چی؟ زل، زا، زاد، زغه، 4 نمود است. گاه از میگوی، گاه از میگوی، گاه از میگوی، گاه دیگه از میگوی. 4 نمود ز است. اگر اینها را تغییر بدی قرائت نادرست میشود. به همین خاطر حرکت کنین، به الفبای عربی یاد بگیرین و به خط کریلیکی نه. دیگر گفته است التماس از شما خواهش داریم درباره دجال لعین یگان جمعه گپ زنید. دجال به چه اندازه بد بود است که پیغمبران از دجال پناه می طلبیدند؟ انشاءالله یگان جمعه تاریخی را گپ بزنید. دیگر السلام علیکم محترم حاجی داملا، شما درباره حق و فراست و آدمگری زنها گفته گذاشتید. البته که از روی قانون شریعت اسلام حق است، لیکن درباره مردهای روسیه و دیگر جاها دلار غن میکنن، سالهای دراز نفقه نفسانیت این زنهای بیچاره را چی جواب میگویند؟ البته درست گفتگی است. وقتی که ضرورت شد رفتن کار کردن به مقدار کافی آوردن ضرور است، اما به عذر او جوان مسلمانی که میرود در اوجا با یک مثلا که عورتی به توفیق دیگر به دین دیگر در اوجا میگیره، هش به او میشوه. زن کودکش در تاجیکستان پرتافتگی بسیار به انصافی و به دیانتی است. و یک بار اندیشه کنه که زنی و هم آدم است، نفس دارد، کودک دارد، حتی بعض 3-4 سال است، 5-6 سال است بیدرک است، دخترها به شوهر به بلاغت رسیدگیند. آیا به انصافی دیوس یک بار فکر نمیکند که دخترش به بلاغت رسید شاید که یک گناهی بد کند؟ زنی و جوان است، نفس دارد، اون هم مرد میخواهد، او را چی جواب میتید در نزد خدا و مرد؟ از این رو آگاه باشند، بدانند. البته حق گفته است کسی که نوشته است. دیگرش همین که در محله ها زنها و مردهای دیده میشود که 3 طلاقن، با هم دیگر زندگی میکنن. اکنون در محله داری با اینها چخیل رفتار کردن در کار است. البته زندگی حرام است. 3 طلاق هیچ روایت فتوای دیگر ندارد. در مذهب امام اعظم 3 طلاق فتوای ندارد بغیر از حلاله. در مذهب امام اعظم همین است. اما در دیگر مذهب ها 1 طلاقش حساب میکنن، موافق حدیث فتوا میتن. این کاری مفتی است. اگر از مفتیات کاغذ بیاره و 3 طلاق کردگی مهر مفتی باشه، زدگی باشه، ما نکاش میکنیم. جواب سوالش مفتی میته در نزد خدا، اگر کسی که فتواش دادگی باشد. اما 3 طلاقی باشه دیگر راهی ندارد و حلاله کنه بعد زندگی کردن بگیرد. هیچ حال در هیچ مکان و زمان شیطان به ذات انسانی نیکی نمیخواهد و نخواست است، تا قیامت هم نمیخواهد. خداوند جل جلاله خودش در قرآن همه بنده هاش تا به قیامت هشدار داد که شیطان برای شما عدو و مبین،
دشمنی آشکارا هست. دشمنی آشکارا، دشمنی بدترین شما شیطان است که بنده باید آگاه باشد.